درود دوستان عزیز. امروز میخوام یه منطقه باستانی رو بهتون معرفی کنم که در مازندران و در شهر قائمشهر. منطقه باستانی گردکوه که در قدیم به اون میگفتن شهر تاریخی چمنو. این منطقه به وسعت 75 هکتار در ضلع جنوب شرقی قائمشهر قرار داره و قدمت اون برمیگرده به عصر آهن 1، 2 و 3. این منطقه در تاریخ 10 خرداد 1382 به شماره ثبت 8803 به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده. شهر چمنو یکی از اولین شهرهاییه که توی طبرستان آثار شهرنشینی در اون یافت شده. طی اکتشافاتی که میراث فرهنگی در این منطقه در سال 87 و 87 انجام داده، قدمت اون رو به 5000 سال تخمین زده. گردکوه از 3 تپه تشکیل شده. این تپه اولیشه، این تپه دومیه و این هم تپه سومی که ما روش قرار داریم و تقریبا میشه گفت خونه سرای این منطقه بیشتر حساب میشه. این تپه‌ای که الان میبینین بیشترین ارتفاع داره 26 متر و بعد از حمله اعراب به مازندران تبدیل شد به یک دژ نظامی. و این منطقه دقیقاً تا حمله تیمور به این منطقه خب رونق داشت. اواخر قرن 8 و اوایل قرن 9 تیمور به این منطقه حمله کرد و دیگه اسمی از شهر چمنو تو کتاب ها ثبت نشد. ولی طی تحقیق و تفحصی که باستانشناسا اینجا انجام دادن، این شهر و این منطقه در زمان هخامنشیان، ساسانیان و اشکانیان رونق داشت و دقیقاً در این منطقه یک قبری پیدا شده در کنار تپه اصلی که این قبر تو 1.5 متری در اومده و فقط تا کمرش قبری که بوده، کسی که اون تو بوده 140 سانت بوده و کنارش ظرف‌هایی پیدا شده، زیورالات پیدا شده و که به دوره اشکانیان برمیگرده. برخلاف تمام چیزهایی که میگن این منطقه خب 3 تا تپه داره، من میگم 4 تا تپه داره. حالا دلیلش هم تو کلیپ بعدی براتون میذارم. چون تپه‌ای که من میخوام بهتون معرفی کنم در کنار رودخونه و قبرستان این منطقه رو نشون میده که قبرهای زیادی توش پیدا شده. پس کلیپ بعدی رو از دست ندین تا اون منطقه رو هم بهتون کاملا نشون بدم.